پاتو از ایران بذار بیرون، زنگ بزن به فامیلت بگو گشنمه 1 یورو میخوام. خودش تو رستورانه ولی میگه ندارم. حالا تو همون خیابون یه افغان پیدا کن یا یه مغازه داری که افغانه، برو بهش بگو گشنمه، میبرتت خونش پیش زن و بچهش، هم غذا بهت میده هم جا خواب. پاتو از ایران بذار بیرون، دنبال کار بگرد. برو پیش یه ایرانی بگو که من کار میخوام، میگه داداش شرمنده کار ندارم. حالا برو پیش یه افغان بگو کار میخوام، خودش سر کاره، میگه داداش من کار سراغ ندارم ولی اینجا روزی 50 تا بهم میدن، تو هم بیا با هم کار کنیم، نصفشو تو بردار نصفشو من برمیدارم تا کارت راه بیفته. ایران بذار بیرون، برو یه جا سر کار با سابکار دعوات بشه. اولین کسی که میاد کمکت میکنه واسه دعوا میکنه یه افغانه، اگه یه هموطن زیرشو نکشه واسش. پاتو از ایران بذار بیرون، یه جا دعوات بشه، یه افغان ببینه همه کار واسط میکنه، تا یارو رو نصفش نکنه ولش نمیکنه. حالا تو بیا واسه من از خون آریایی و نژاد برتر صحبت کن. پاتو که ایران بذاری بیرون هیچی مثل برادری و دوستی کمکت نمیکنه. تو باید پاتو ایران بذاری بیرون و بفهمی من چی بگم.